با این جمله چمک آب آشامیدنی را برای ساکنان دهه خیبرچشمه بلجوان باز کردند. زنان دهه برای گرفتن آب تازه نوبت گرفته‌اند. در تاریخ خود دهه خیبرچشمه تنها حالا با آب پاک آشامیدنی دست یافت. این مشکل دیرینه اهل ده با کمک صاحبکاران حل شد. در سالیان دراز است که در این دهه آب نبود. آب بود اما در مسافه 1.5 کیلومتر دورتر بود. ما حرکت میکردیم که آب رو به دهه بیاریم. بسیار عذاب و مشقت میکردیم. بعضا میشد که آب به دهه نمیرسید. برای به ده آوردن آب لوله به درازی 2 کیلومتر در کار شد. اکنون آب اینجا آمده در این ظرف انبار گشته اینجا به دهه و به خانه ساکنان تقسیم می شود. خوشخبر رسیدن آب پاک بیش از همه بانوان دهه را خرسند کرد. تا امروز از آب تنقیسی میکشیدیم. امروز شرایط ما شکرانه میکنیم که امروز شرایط ما مهیا گشت. بلجوان یک ناحیه کوهستانی است و چشمه های زیاد دارد، اما آنها دور از دهاتند و هم سالهای اخیر با تغییر یافتن اقلیم برخی چشمه ها خشک شده اند. از همین سبب باشندگان برخی دهه ها مجبورند آب را از راهی دور به خانه هایشان کشانند. رئیس ناحیه هم هنگام باز کردن چمک از صاحبکاران سپاسگزاری کرد. او گفت مقامات تلاش میکنند با کمک صاحبکاران در دیگر دهه ها هم این کار را انجام دهند. سالهای اخیر بسیاری از چنین کارها به مانند کشیدن خط آب، ساختن راه و پل و مکتب و بیمارستان از طرف صاحبکاران انجام میگیرند. و ستایش از این در شبکه‌های اجتماعی سوال‌های را نیز خلق میکنند که چرا صاحبکاران باید کارهایی را کنند که وظیفه حکومتند. خود رهبران هم در اکثر نشست‌ها اقرار میکنند که با بودجه کم کاری زیاد نمی شود کرد.